خانواده و بستگان عبدالرؤوف 9 ساله پس از حدود 4 ماه دادخواهی از 3 روز بدین سو گذرگاه‌های حیرتان، آقینه، شیرخان بندر و بزرگراه مزار جوزجان را بستند. آنان مدعی‌اند که حکومت خواستشان را نادیده گرفته است. بندر آقینه هم امروز روز 30 است. پلنه و اقچم امروز روز 30 است. در شیرخان بندر هم امروز روز 30 است. ما به خاطر عدالت خواهی حق مسلم خود، حق مسلم ترکمن شریف پایمال شده. Bizler canımız varsa da öğretecek Abdurrahman uğrunda devlet olsun, başka olsun. Bizler her kança takatımız var. Giyecek onu bizler. Ne demek ki hidayet yukarıdan getirdiler şuna emrine sahil. معترضان هشدار می‌دهند در صورت بی‌توجهی بیشتر حکومت در کنار قطع برق کابل خط آهن شمال را نیز می‌بندند. قناعت ما حاصل نشود. پروگرام بعدی ما بند کردن راه مواصلاتی راه آهن است و در اگر به ما هم نشد بسته کردن قطع کردن لین برق. آقینه را هنمیجا با دوش گرفته بودیم، بند کردیم. هنمیجا تمام قومات طوری که میبینیم از دولت یک عمومی یک اجرات نیست. میگن که یک تعداد نفرها را دستگیر کردیم و کسایی که اعلام شده یارم دستگیر کردیم. در همین حال فرمانده پلیس بلخ میگوید که نیروهای امنیتی بر رهایی عبدالرؤوف از چنگ آدمربایان نزدیک شده و در آینده نزدیک این کودک به خانواده‌اش برگردانیده خواهد شد. کارا بسیار خوب پیش میره و تعدادی که دستگیر شده به کابل و چیز اندازه بلخ است تحقیقات جریان داره، اما سرنخ پیدا شده که ان قریب ان شاء الله یک صدای بسیار شیرینی را باید ما از در بلخ بشنویم و یک خوشحالی در لبای کلگی باید باشد. بستگان عبدالرؤوف در حال از اقدامات بعدی اعتراضی هشدار می‌دهند که پیش از این مسئولان محلی بلخ گفته بودند که مانع چنین اعتراضها خواهند شد.